بچه ها اینجا رو ببینین، میزنم 1 2 3 4. این تصویر رو برام میاره. یه بار یه قفل میکنم، الان میزنم 4 تا 1. یه تصویر دیگه ای برام باز میشه، یعنی 2 تا فضا روی یه دستگاه. دستگاهتون هم حتما باید شیائومی باشه. بریم ادامه ویدیو رو قشنگ بهتون یاد بدم باید چیکار کنیم. خب دوستان، اول میریم وارد تنظیمات دستگاهمون میشیم. میایم پایین توی این قسمت زده ویژگی های خاص، روی این کلیک میکنیم. توی قسمت فضای دوم اینجا هم کلیک میکنیم، روشن کرد. اینجا ادامه رو میزنیم. اینجا 2 تا گزینه میاره، استفاده از گذرواژه، استفاده از میانبر. ما گذرواژه رو میزنیم که با هر رمزی بتونیم تغییر بدیم. اینجا رو میزنیم، پسورد خود گوشی رو میدیم و اینجا پسوردی که برای فضای جدید میخوایم بزنیم. من 4 تا 1 میدم. خب الان اینجا شما بهتون میگه که اگه بخوایم با استفاده از اثر انگشت هم حتی میتونیم تغییر بدیم این فضا رو. من رد شدن رو میزنم و میبینیم که الان فضای دوم ایجاد شده. حالا قفلش میکنم، 1 2 3 4 میزنم، فضای قبلی رو برای من میاره و دوباره قفلش میکنم. الان 4 تا 1 میزنم، فضای جدید رو برامون میاره. کاملا این دوتا با هم دیگه متفاوت میشن. یکی از کاربردهای خیلی خوب این فضای دومی که بهتون گفتم، تو مثلا اگر شما کسب و کار جداگونه‌ای دارید و نمیخواین قاطی مسائل شخصیتون بشه روی گوشیتون، از 2 تا فضا استفاده میکنین. یکیش فقط مخصوص کار و یکیش هم فقط مخصوص استفاده شخصیتون، که این دوتا با هم تداخل نخوره. مثلا مخاطبین، مثلا عکس و فیلم، اینا رو بتونین با هم دیگه جدا کنین. شما هم اگه یه کاربردی به ذهنتون میرسه حتما برام کامنتش کنید.